معنای التحیات. امروز التحیات یا تشهد که میگنش این معنا میکنیم. تا قیامت چند میلیارد مسلمان که دعا کرده میخونه، التحیات میخونن، برای شما ثوابش میرسه. این یک دعاست، مگم کسی که دی بیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس هفتم، معنای التحیات. امروز التحیات یا تشهد که میگنش این معنا میکنیم. برادران و خواهران عزیز، ما شما مکمل درس های نماز به سلسله شروع کردیم ان شاء الله. الله توفیق بده خلاص شود. احکام نکاح، احکام طلاق، احکام قربانی، احکام زکات، هر چیز به شما ان شاء الله الرحمن تشریح میشه، علمی تشریح میشه. باز قاعده عمومی صلوا کما رأیتمونی اصلی. رقم نماز بخونید رقمی که ما میخونیم، یعنی رسول الله چه رقم که نماز خونده. با مخاطر ما شما تا وقتی که معنای نماز یاد نگیریم همه تو در فکر می باشیم، همه تو در چرت می باشیم و 1000 سال نماز بخونین نماز ما، دعای ما قبول نمیشه. به خاطر ما کس هستیم که به خاطر دنیا صدها سال زحمت کشیدیم، به خاطر آخرت یک ما زحمت نمیکشیم، به خاطر نماز یک هفته زحمت نمیکشیم که میره معنایش یاد بگیریم. بنان به شما توصیه میشه معنای التحیات، معنای نماز دائم کوشش کنین. تنها در الفاظ مونه در گوگل است، کتابا دارین که معنایش یاد بگیرین، خاص به خاطر الله یاد بگیرین. اگر میخواین از زندگیتان لذت ببرین معنای نماز یاد بگیرین. اگر میخواهی که مشکلاتتان در زندگی حل شود معنای نماز یاد بگیرین. اگر میخواهی که در آخرت اول نمره شوین، اولین پرسش از نماز است، معنای نماز یاد بگیرین. امروز التحیات معنا میکنیم ان شاء الله الرحمن. پیش میریم. التحیات 3 بخش است، 3 بخش. یک بخش از این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، یک بخش از این الله سبحانه و تعالی گفته، یک بخش از این دیگه ملائکه گفته، تایید کرده. 3 بخش است که در شب معراج جور شده. سعی کنین. التحیات لله والصلوات والطیبات. میگه تمام اوصاف نیک، نمازها، الفاظ نیک برای الله سبحانه و تعالی است. یعنی تمام الفاظ نیک یا تمام صفات و تمام اوصاف و عبادات قولی و بدنی تمامش به خاطر الله سبحانه و تعالی است. این کی گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج گفت. بعد از او الله سبحانه و تعالی گفت السلام علیک ایها النبی. سلام بر تو، رحمت بر تو باد ای نبی ما و رحمت الله و برکاته. سبحان الله. این الله گفته السلام علیک ایها النبی، سلام بر تو ای نبی ما و رحمت الله و برکاته، رحمت و برکات بر تو باد. با کی گفته؟ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت التحیات لله والصلوات والطیبات. تمام الفاظ نیک، تمام اوصاف نیک، تمام نمازها تمامش به الله سبحانه و تعالی است. این رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله گفت. پس الله سبحانه و تعالی جوابش داد السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای نبی ما، رحمات ما و برکات ما بر تو باد. سبحان الله. این کی گفته؟ الله سبحانه و تعالی. پس رسول الله هم گفت سکو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام بر ما و بر بندگان صالحت. سبحان الله. در شب معراج هم رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شما را فراموش نکرد. سبحان الله. در شب معراج رسول الله ما شما را فراموش نکرد. السلام علینا یعنی سلام بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان نیکت. آل در روایت می محدثین، امام ذهبی، کسایی که در حدیث تخصص داره میگه اگر شما بنده نیک الله باشین تا قیامت چقدر که مسلمانان نماز میخوانن در این برکت شما میین. یعنی هر مسلمان که نماز بخونه به شما دعا میکنه. سبحان الله. سکو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلامتی بر ما و بر بندگان نیکت. آل خواهرای گرامی، برادر عزیز، کوشش کنید تجسس نکنین، نمازاتون درست بخونین، بهتان نکنین، تهمت نکنین، غیبت نکنین، سود نخورین، حق مردم نخورین، سر خانمتان ظلم نکنین، سر شوهرتان ظلم نکنین، زبان بازی نکنین، احترام مسلمانان را کنین، مسلمانان را معاف کنین، بنده صالح جور میشین. تا قیامت چند میلیارد مسلمان که دعا کرده میخونه، التحیات میخونن، برای شما ثوابش میرسه. این یک دعاست، مگم کسی که دی بیا. مثلا من یک مثال براتون میگم. مهاجرین از پاکستان ما تاپا میکنیش، میگه این قدر مؤسسات برای کمک میکنه، به شرطی که مهاجر باشه. شما به شرطی که بنده صالح الله باشین در دعا میین.
چقدر مسلمان ها که از روز اول تا روز قیامت دعا میکنه در دعایش میاین. سبحان الله. اینمی التحیات یک دعاست. اینجا رسول الله صلی الله علیه و گفت پس ملائک چی گفتن وقتی که دیدن که رسول الله یک چیز گفت رسول الله پس ملائک چی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یعنی شهادت میتیم که هیچ کس لایق عبادت نیست بدون از الله و رسول الله بنده و رسول الله سبحانه و تعالی است. یعنی بنده الله است. یک صفت رسول الله که بنده و رسول است. به می خاطر بعض گروه‌ها بریالویا رسول الله به صفت الله مقرر میکنن. اینقدر رسول الله تعریف میکنن از الله کده مگه میگه چه کنه محمدن عبده و رسوله، یعنی بنده و رسول الله سبحانه و تعالی است که افراط و تفرید نشه. حتی در بعض مساجد نشته است یا الله، اینجا نشته است یا محمد. این شرک است. باور به الله که شرک است. اگر کسی یک روز کورس عربی را خوانده باشه یا محمد این حروف نداست. یک کس را تو صدا میکنی که زنده باشه. اگر تو بگی زنده است صحیح است که او را الله سبحانه و تعالی چه رقم نگاه کرده، مگم نه در قبر است، در داخل قبر است. این را کم شما حیا کنیم از الله، چیزی که الله گفته. یا که میگی یعنی به صفت الله است یا الله. الله چند میلیارد نفر در عین زمان که بگه یا الله الله میشنوه. مگر بعضی کسا زیارت‌ها را یا ولی مدد میگه یا خوج سپوش ولی مدد. این تمام شرکیات حتی بر رسول الله صلی الله علیه و یا الله یا محمد جواز نداره. یا الله محمد صلی الله علیه و سلم نشته کنی خوبتر است. این جسه که الله سبحانه و تعالی گفت که امیج ملائکه هم گفت که بنده و رسول الله است، یعنی بنده الله سبحانه و تعالی است. بنان خواهرای گرامی برادر عزیز این تحیات بود. دیگر روز ان شاء الله الرحمن درود شریف امرای دیگر دعا بر شما ترجمه میکنیم. ترجمه خلاص میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.